سلام بر شما. به خبر ساعت 8 صبح خوش آمدید. افتتاح گرد همایی 150 دانشمند برجسته جهان اسلام با حضور رئیس جمهور اصفهان. فناوران هوش مصنوعی هم در 5مین دوره اعطای جایزه بین‌المللی مصطفی آثارشان را عرضه کردند. از آنالیز تصاویر پزشکی با هوش مصنوعی، تصاویر پزشکی رو آنالیز میکنه، پارامترهای مهم پزشکی رو گزارش میکنه، مثل یه رادیولوژیست، تا رفع اختلال در لکنت زبان. تغییرات یادگیری که باید تو سیستم مغزی عصبی رخ بده به وسیله آموزش ها انجام میگیره، بنابراین میتونیم از طریق هوش مصنوعی مرحله به مرحله مراحل درمانی رو آموزش بدیم.